پیش از اون که به موضوع وارد شویم میخوام یک حکمتی بسیار جالب و یک حکمتی بسیار مشهوری گذشته های ما که به مقال مثلا به همچون یک ضرب المثل امروز شناخته شده و مردم از اون استفاده میکنن، این است که منگر که میگوید بنگر که چی میگوید. و مضمون این مقال هم همین است که واقعا ما نباید در اول به گفتن کی باید توجه کنیم که مثلا کی است اوی حرف رو میزند. ما اگر واقعا ارزشی مثلا تحلیل کردن یک افکار، یک اندیشه را داشته باشیم، ما پیش از گوینده به چی گفتنی او اهمیت میدیم. که یعنی یک نفری که یک حرفی را میزنه او چی میگوید. به همین خاطر از دیگر پهلو هم اون اندیشه که مثلا مردم این سوال میگذارن که خودی این نفری که مثلا میگوید چیکاری کرده است، این مفهوم هم درست است. چون هر انسان از روزی به دنیا آمدنش تا انتهای زندگی به استاد، به راهنما نیاز دارد. یعنی استاد اگر در مکتب و یا دانشگاه به قیمت جانش به ما درس دهد، دوم استادی ما این زندگی است که به قیمت جانمان به ما درس میدهد. ما وقت ما رو تلف میکنیم، ما انرژی ما رو صرف میکنیم، ما یک بار دو بار شکست میخوریم تا اینکه به نتیجه دلخواهمون برسیم. و در این میان یک مفهومی هست که بسیاری ها میگویند ما یک کار را نیت میکنیم و اون رو تا به انتها نبرده یعنی از بحرش میگذاریم. یعنی آرزوی ما در نیمه راه میماند. به قول شیخ سعدی بزرگوار، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، آن راه که تو میروی ترکستان است. حضرت سعدی هم در این موضوع مثلا در گلستان و بوستان و عموما بزرگان ما پیرامون این موضوع خیلی صحبت ها و موضوع های جالبی را ارائه کردن که تا به این روز به ما آمده رسیده است. یعنی هدف از این گفته ما آن است که یک نفری که مثلا خودش 5 سال مثلا دانشگاه را ختم نکرده است، یعنی دانشجو نبوده و در کرسی دانشجویی ننشسته است، شاید نتواند یک نفری را که دانشجو است او را به یک راهی درست و مثلا رسیدن به همون آرزو و به آمالش راهنمایی کند. و یا یک نفری که موفق نشده است، شاید یک نفر دیگری را برای خاطری موفق شدنش، رسیدن به موفقیت، شاید دشواری کشد چون خودش آن راه را طی نکرده است. البته از این نکته نظر بسیاری ها نگاه میکنند که یک نفر خودش تا چه اندازه موفق شده است، بعد کی را راهنمایی میکند. یا مثلا یک نفر هیچ وقت از یک معلم فرض کردیم بیماریش رو نمیگوید، چون وظیفه معلم درس گفتن و تعلیم دادن. مثلا بیمار نزد طبیب میرود، مثلا راننده نزد یک راننده با تجربه تر میرود که با او مثلا راه درست‌تر را نشان دهد فرض کردیم. و حتی یک مطلبی هم داریم که میگن نزد دکتر نزد کار افتاده رفت. یعنی نفری که به کار افتاده است او بهتر میداند. و خیلی که ما گفتیم ما میخوایم امروز در موردی در نیمه راه ماندن آرزو صحبت کنیم. وقتی که اول یک چند مثال میآورم، بعد میخواهم که مشخص کنیم، یعنی معین کنیم که برای چی آرزوهای ما در نیمه راه میمانند. وقتی که ارنست همینگوی مؤلف کتاب موسیقی و بحر کتاب ویدا با اسلحه اش را نوشت، یک کتابی دارد با نام ویدا با اسلحه. وقتی این کتاب را نوشت، بسیاری از منقدان با او گفتند که اوج کمالات نویسندگی ارنست همینگوی در همین کتاب ویدا با اسلحه خاتمه یافت، انجام یافت. یعنی دیگر از این بلندتر ارنست همینگوی چیزی گفته نمیتواند.
یعنی خیلی تنقید و مذمتش کردن. چون ارنست همینگوی به خود باوری کامل داشت، به قلم و به اندیشه و به اون ایده هایی که داشت باوری کامل که داشت، یک روز رفت فکر کرد و اندیشه و طرحی کتاب مشهورش یعنی موی سفید و بحر را ریخت و دوام داد به نوشتن و کتاب موی سفید و بحر نشر گردید که همه اون افکاری منقدان و مثلا نفرانی که به خواننده آثاری او بودن باطل شد و همین گونه شد که ارنست همینگوی بلندترین جایزه ادبی یعنی نوبل را در سمت ادبیات سزاوار گردید و امروز همه او رو برنده جایزه نوبل ادبیات در ساحه ادبیات نام میبرند. به همین مانند وقتی که بتهوون یکی از آهنگسازان مشهور جهانی وقتی که شنوایی خودش رو پره از دست داد، او دیگر شنوا نبود. بسیاری ها گفتن که تمام سیمفونی هفتم این آخرین شاهکاری بتهوون است. وقتی که بتهوون از درون تجربه کرد، همون نوته ها را همه را چید، سیمفونی نهم را وقتی که خلق کرد همه مات شدن. این چی شاهکار بود. واقعا بتهوون توانست که یک بار دیگر به شنوندگان و به دوستداران موسیقی اثبات کند که او هنرمند است، او هنرمندی واقعی است. یک مثال دیگر این است که چند ماه قبل بازی فوتبال بود بین همه کشورها. وقتی که شاه فوتبال گویم اگر به اصطلاح امروز مثلا مسی یکی از بهترین بازیگران فوتبال دسته او آرژانتین به عربستان وقتی که بای داد بازی را باخت، همه چی کارشناسان ورزش چی دوستداران فوتبال همه به یک آواز گفتن که مسی به رخصت رود، مسی دیگر نمیتواند دیگر دستی خود را پیش برد و باختی آرژانتین را حتی از روی مسی دانستند. اما وقت نشان داد که مسی چی مثلا زیبا بازی کرد و چگونه مثلا دستی خود را پیروز کرد و به چی جایزه به کشور خود برگشت. حالا خوب متوجه شدید که مثلا هیچ وقت نباید گپی مثلا مردم شما را از راهتان باز دارد. از آرزو، نقشه و نیتی که شما کشیدید نباید حرف مردم شما را باز دارد. چون در 90% مردم ما نه کتاب رایگان را میخوانند چون رایگان است، نه کتاب را طریق پول خریده میخوانند چون گران است. تنها یک هدف دارند، حرف زدن. و انسان هایی که از نبوغ خود، از دانش و تجربه، از سمت انتخاب کردی خود وقتی که واقعا باوری دارند، هیچ وقت به گپ این گونه افراد اهمیت نمیدهند و آرزویشان را هم در نیمه راه نمیمانند. یکی از ویژگی های اصلی آنهایی که موفق شدند به آن نفرانی که در نیمه راه مانده و مثلا برشکسته و ناامید برگشتند در آن است که راه انتخاب کردی خود را تا انتها نبردند. یعنی از نقطه A تا به نقطه B تلاش نکردند. چون دیگر اینکه افراد موفق هیچ وقت با نفرانی که اندیشه های منفی دارند مثلا همه وقت دنبال از راه زدن یک نفر و یک ایده و یک تصمیم باشند هیچ وقت دوستی نمیکنند. افراد موفق در اطراف خود آنهای را جمع کرده و با آنهای روز میگذرانند که آنها همه مثبت اندیش و مثبت نگر و پر انرژی هستند. آنها به خاطر مشکل ایجاد کردن حرکت میکنند راه حل را پیدا کنند.
اما انسان های شکست خورده را اگر نگاه کنیم در اطرافشون نفرانی را جمع میکنن که مثل خودی همون اندیشه هیچ وقت برای پیروزی، برای رسیدن به آرزو و هدف تلاش نکردن. نمی شود، تو ازادی نمی برای. حالان که حضرت مولانا میگویند که ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. در حالی که انسان اقتدار دارد بسیاری از مانع ها را شکست دهد و پیروزی رسد و قسم زیادی دیگر نفرانی که همین گونه مثلا به ما سوال میکنن که ما چرا یک کار را مثلا ما در نوارهای قبل ما گفتیم که حتما هدفهای خود را که این نظریه و یا پیشنهاد یا ایده من نیست. مثلا تمام بزرگان از براین تریسی و جیمز کالینز و کوی استیون و تمام بزرگان این سمت یک نکته دارن. نکتهشون همین است که شما حتما باید هدفتون رو نویسید، هدف گذاری کنید که مثلا از کدام ماه تا کدام ماه در کدام سمت و از فلان ماه تا فلان ماه به کدام زینه میرسید، همش رو باید مشخص کنید و حتی مبلغ درآمدی که شما میخواید باید حتما نویسید. یعنی این سخنی بزرگان است، سخنی که افراد موفق در این سمت کار کرده و زندگی نامه میلیون ها نفر را تغییر دادن، پیشنهادی همونها است. و وقتی که ما هم این پیشنهاد رو کردیم، بسیاری هم میگن که ما وقتی که هدف ما رو مینویسیم چند روز نگذشته از بحر آن میگذریم. یعنی فکر میکنم که معلوم شد که چقدر افکاری مثلا همصحبتی ما، نفرانی که در اطرافمون ما جمع میکنیم، چقدر تاثیر میرساند به دوام دادن آرزو و هدفهای ما. ما اول آرزو میکنیم، هدفی رو میگذاریم، نقشه رو درست میکنیم و از روی این کار کرد میکنیم. اما وقتی که نزدیکان ما، دوستان ما همه منفی نگر باشن، همه با مفهومی نمیشود و نمیتوانیم انجام داد سر و کار داشته باشن، چگونه انسان میتواند که با اون هدف و اندیشی که خودش تصمیم گرفته است مثلا موفق پیروز شود؟ به همین خاطر یکی از اشتباه‌های بسیار عمده، یکی از کمبودی‌های بسیار جدیه که بسیار نفران مثلا در این سمت گرفتار میشوند همین است که همه وقت به انسان‌های منفی نظر تکیه میکنن و اگر یک نفری هم پیدا شود که با او انگیزه مثبت، با او انگیزه دید که او میتواند حتما موفق پیروز شود، شاید گپ او رو دویم درجه قبول میکنند و آن نفرانی که نظری منفی دارند او رو که اولویت قرار میدهند و به همین خاطر تا نیمه راه رفته از نیمه راه برمیگردند و دیگر هدف و آرزوی خودشون رو دوام نمیدهند. و بسیاری ها هم فکر میکنن که موفقیت یک چیزی هست که طول یک ماه، طول 2 ماه، طول 3 ماه به دست میآید و بدون رنج گنج که میسر نمیشود. و همین خاطر هیچ این موفقیت ها به آسانی و به سادگی به دست نمی آیند. و دوم عامل اساسی برای رسیدن موفقیت این است که یگان افرادی موفقی که امروز در دنیا به سر میبرند بدون مطالعه زندگی نمیکنند. همین اونها همه روزه مطالعه میکنن، از این کتاب به این کتاب زینه پایه مثل نردبان کرده پیروز به پیش میروند و هیچ وقت از مطالعه دست نمیکشند. هیچ وقت انسانی مثلا که مطالعه ندارد او به درازا، یعنی به دوری هدف خود را دنبال کرده نمیتواند. زیرا یگانه دستگاه گویم و یا یگانه راهنمای درست و کامل برای هر انسان این مطالعه و کتاب است. فکر میکنم که این صحبت ما توانسته باشیم یک مفهومی را برای بیننده عزیز شرح داده باشیم و فکر میکنم در برنامه های دیگر عامل ها همین گونه صحبت ها گفته میگذاریم. به همین شما همراهان عزیز موفقیت و برای روزگار و زندگی را آرزو مندم. خوش و خوشحال و خرم بمانید.